11مین الفاظ کفر تمسخر به شعائر دین بشه. کسی کعبه شریف رو تمسخر کنه، مسخره کنه، مدینه منوره رشخند و تمسخر کنه، معاذالله، بیت المقدس، مساجد روی زمین، صف نماز جماعت، ریش، حجاب زن مسلمان، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. سال گذشته یکی از حجاج از حج آمده و دیدن رفتیم. جناب حاجی صاحب سفر بخیر، خوب شد، بخیریت آمدیم، خوشتر شد سفر؟ نه خوشتر نشد معاذالله. چرا؟ 40 روز نماز تنها با اتاق خواندم، پشت سر امام حرمین نخواندم. چرا؟ او وهابی بود، دست خیتون میکرد، رو سینه بسته میکرد. گوی رفتم مرکبی پس آمده. او بدبخت تا حال نفهمیده که نماز به طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم خواندم شد. تا حال ندونست. تشکیل مذاهب اربعه 300 سال بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم شد. و قبل از 300 سال چه رقم نمازها غلط بود کله. نماز رسول الله از امام ابو حنیفه یاد گرفت یا امام ابو حنیفه نماز از رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد گرفته؟ مسلمان گمراه، نادان، جاهل گفته ما خود در فرق بین مذهب و اسلام کرده نتونسته، فرق بین قول شخصی یک مجتهد و عالم تا سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده نتونسته. 2 لک افغانی مصرف کرده، رفته به مدینه منوره و کعبه شریفه، 40 نماز با اتاق خود تنها خوانده. بدبخت. چقدر گمراه، چقدر این امت بیخبر. ملاهای ما اما امامت یک نجاری و آینگری و دکانداری به مسجد درست کرده. الله هدایت کنه، الله پرسان کنه از این علمای ما. یک عمر این امت بیخبر گذاشته. با 100 سال، 200 سال، 300 سال تاریخ علمی تو، 1000 سال تاریخ علمی تو، باز اصول دین روافض میگه. و تو از پرسان کو به کتابای امام ابو حنیفه اصول دین بود یا نبود؟ صاحب مذهب تو اصول دین یاد داشت یا نداشت؟ یاد داشت چرا تو یاد نداشتی؟ اگه یاد داشتی چرا نگفتی؟ گفتن جرم بود؟ رسوندن وظیفه تو بود یا غفلت؟ تا حال همین کلمات نگفته. در 6 کتاب بزرگ جهان اسلام که بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی است، مکمل در هر کتاب یک باب مستقل به نام رفع دین است. به ترک یک باب و نیم باب هم نیست. خود تا حال تو ملا اگر تو درس حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسجد میخوندی و برای مقتدی خود میگفتی که این سنت پیغمبر است، سنت پیغمبر بالاتر از نظریات دانشمندای اسلامی است. سنت پیغمبر قبل از تشکیل مذهب است. سنت پیغمبر بالاتر از قول اقوال ائمه است. تا حال نگفته الله این گمراهی، این گناه از این امت از تو عالم پرسان میکنه. ما دشمنی با علمای دین نداریم. امروز یک دختر فاحشه آمریکایی از اروپا حرکت کرده با واسطه دعوت دین باطل خو در افغانستان آمده، میگه ملا صاحبا، او حکومت دارا، او مجاهدین با واسطه دعوت دین باطل خو آمدم، شب و روز تلاش میکنه. ما اندازه یک دختر آمریکایی هم نباشیم؟ تو به الله قسم به سال چند مرتبه حدیث بخاری و مشکات و مسلم خواندی برای مقتدی مسجد خواندی؟ استاد شدن دست نماز جماعت یاد نداره، پا خوری رقم مقداره. اگر پای برادر مسلمان با پای چسبید که سنت است، فکر میکنه که پای مرد با پای زن خوردن، خود زود جمع میکنه. اینقدر مخالفت به سریال هندی و ترکی و کفری، اینقدر مخالفت به چرس و شراب و دزدی و رشوه نداره که مخالفت با سنت رسول الله داره. الله چیز که تو جناب ملا، تو ملای ناملا، همین حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله نخوند و الله از تو پرسان میکنه، از تو عوام هم پرسان میکنه. موبایل یاد گرفتی، انگلیسی یاد گرفتی، کامپیوتر بلد شدی، یخچال و موبایل و کلی رو به خانه آوردی، چرا حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله یاد نگرفتی؟ چرا زانو به درس پیغمبر نزدی؟ چرا به کتاب الله وقت ندادی؟ صحابه برای ما الگو و نمونه هست. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله دعوت شروع کرده و صحابه رضی الله عنهم به امر پیغمبر صلی الله علیه و آله بود، باز مشرکین مکه 13 نام گذاشتن برای رسول الله صلی الله علیه و آله: جادوگر، دروغگو، کاذب، ابتر، دنبوریده، مجنون، دیوانه، معاذالله، ساحر. پیغمبر ساحر و جادوگر بوده؟ معاذالله نبوده. چرا صحابه ترک نمیکنه تعلیم رسول الله صلی الله علیه و سلم را؟ صحابه یقین داره که نبوت و رسالت دعوت رسول الله حق است.
اگر تو مسلمان یقین داری که سنت رسول الله حق است، کتاب الله حق است، سنت صحابه حق است، چرا به یک تاپه وهابی و سلفی ترک میکنی؟ ملا رو میگه چرا به سنت عمل نمیکنی؟ والله من وهابی میگم اگه عمل کنم. چرا این مزخرفات و خرافات انجام میدی؟ مقتدیان من از امامت میکشه، باز ریاست من خراب میشه. افسوس، حیف این دین. صحابه به واسطه این دین چکه چکه شد، جگر حنظله پاره پاره شد، خون نازنین رسول الله به احد ریخت، پاهای مبارک به طائف خون آلود شد. تو این مصلحت کاری یا این محافظه کاری رو بکن، الله به محشر از تو مصاحبه میکنه. فرار کردنی نیستی. به الله قسم، با آسمان از الله هست، زمین هم از الله هست، نمیتونی فرار کنی. ابوبکر رضی الله عنه میگه ابوبکر زنده باشه به دین محمد صلی الله علیه و سلم که میبرسه، این تو زندگی ابوبکر قطعا قبول کرده نمیتونه. امروز در مقابل تو 100% به دین تقابل میشه. تو مسلمان، تو ملا، تو عالم، یک روز نفس خور نکشیدی، از یک حیله، از یک قول استاد خود دفاع میکنی، از عمل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع نمیکنی. ایمان به کجاست؟ به کجای تو ایمانه؟ تمسخر، دعوام تمسخر کردن به شعائر دین کفر است. دوستان عزیز، جوانها بالخصوص متوجه باشیم، ما با نسبت دین ارزش داریم. اگر دین در زندگی ما نبود هیچ حیثیتی نداریم. یهودی ها، مجوسی ها، مسیحی ها هواپیمای بدون سرنشین اختراع میکنن، به کره مریخ سفر میکنن، بزرگترین اسباب اختراع میکنن. چرا بهش نمیرن؟ الله شرط کامیاب بودن دین مقدس اسلام و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم گذاشته. تنها با اسباب و ابزار و ریاست کامیاب نمیشه، باید عقیده اسلامی داشته باشه. بعضی جا جوان ها میشنن با هم مباحثه میکنن، یکی با یکی دیگه چی میگه؟ مسلمانی به ریشه دل پاک باشه، دل مهم دله، زیرش 100 من فساده. نعوذ بالله. گو گوسفند چی حال موداره به جان خود؟ تو به الله قسم، اگر کسی سنت رسول الله نسبت به گو و گوسفند و حیوان کنه، خود تو فکر کو از نگاه عقل اگر علم نداری به کجا ایمان میمونه به وجود سی؟ سنت سردار دو عالمه، تو باز نسبت به حیوانات کنی معاذالله. اگر کسی ریش و کل کنه کافر نمیشه، مرتد نمیشه، از اسلام خارج نمیشه، ترک سنت کرده. یاد شما باشه یک فرمول است، اگر کسی منکر سنت باشه با اجماع علمای اهل سنت از اسلام خارج میشه. اگر منکر سنت، الله نماز فرض قرار داده، اذان سنت. یک شرط اصول دین ما نبوت است، رسالت. الله در هر جای کلام پاک خود وقتی که میفرماید یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، هر جا که اطاعت و فرمانبرداری از امر الله آمده، 100% تمسک به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده. همون مشرکین مکه، همون ابو جهل ها و ابو لهب هایی که رسول الله جادوگر و دروغگو و کاذب میگفتن، مریدا و غلامای امونا امروز باز دعوت امونا امروز ادامه داره. اکثر مؤثرین عزیز میگن وقتی پانتون داخل میشیم ریش نگاه داشتیم، یکی صدا میکنه داعشی صاحب خوش آمده، به به داعش آمده. یکی دیگه باز القاعده میگه، یکی صوفی صاحب میگه، یکی ملا صاحب میگه، یکی شیخ صاحب میگه. ای مسلمان، این سنت طالبه، این سنت داعشه، این سنت آقا و شیخ یا سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ پیامبر تو کیست؟ ملا پیامبر تو است معاذالله. تو تا حال محمد صلی الله علیه و سلم رو به حیث پیامبر خود نشناختی؟ تبلیغات و دعوت کفر منظورش این نیست که تو ریشه کل کنی، منظور است که منکر سنت شی. چی میگه؟ به همین تاپوها اگر ریشه نگاه داشتی، باز طالب و داعش القاعده شدی، رفیع دین کردی، وهابی و سلفی شدی که به آیه قصاص حدود و جهاد عمل که تروریست. این تاپ میاد دیگه، این دعوت باطل است. دعوت باطل همیشه مبارزه داره، همیشه کار میکنه. مسلمان باید زیرک باشه، بیدار باشه. دوستای ما باید نگن که مسلمانی تنها به ریش نیسته. حالا برو پیش خیاط بگو سوزن چرخ خیاطی رو واز میکنم، تو بدوز کالا جور کن. میتونه کالا جور کنه بی سوزن؟ 1 روپیه قیمت داره، 1 روپیه.
ماشین 5000 افغان است. یک کیلی موترتون، کیلی میگین؟ یک کیلی موترتون 20 روپیه قیمت داره، ماشین موترتون 5000 6000 دلار است. کار به همو بند است. با مسائل دین و عقیده که میرسه باز فتوا را شکم خو میدیم. باید ایتو نباشه. به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تمسخر کردن و یا منکر سنت شدن معاذ الله از اسلام خارج میشه، هر کس که بخوای باشه. امروز به مسجدها جنجاله، ملاها هفته حاشیه کتاب سعی میکنه، ماها حاشیه کتاب سعی میکنه که بر رد یهود گپ زنه. نه. او کسایی که ترک قصاص حدود میکنن. نه. او کسایی که دعوت به هندونیسم و مسیحیت میکنن. نه. هفته ماها حاشیه کتاب سعی میکنه که تا قال ملا صاحب پیدا کنه، باز بیایه بگه که این سنت پیغمبر منسوخ است. نعوذ بالله. ما بعضی دوستان میگه که گپا بسیار مهم است، شما همیشه جنجال شما به سر رفیع دین است. جنجال به سر ازی نیست. دو تا صحابی از مدینه حرکت میکنن، به قصر پادشاه روم غذا میخورن. یک صحابی لقمه غذا از دستش میفته روی دسترخوان، پس برمیداره که غذا رو نوش جان کنه. صحابی دیگه میگه این لقمه غذا رو نخور، آبروی ما به نزد پادشاه میره. پادشاه میگه نه چه رقم انسان هاست. اون صحابی دیگه چه میگه؟ با والله قسم 100 تا رئیس جمهور با 100 کاخ ریاست جمهوری به کفش محمد صلی الله علیه و سلم برابر نمیکنه. ما سنت رسول الله به واسطه یک رئیس جمهوری که سر بیت الخلا دستشویی میده واسطه می ترک میکنه. تو ملا چقدر سنت میشناسی، چقدر تو به الله قسم چقدر به سنت رسول الله اهمیت قائلی. به این اندازه که باشه کتاب سعی کنی و سنت ها کل از رودهای خود منسوخ بگی. خیلی جالبه. از یک طرف میگه 4 مذهب درسته، باز از یک طرف میگه که رفیع دین منسوخ است. امام شافعی هم بجام عالم نمیره، حنبل صاحب و امام مالک صاحب. خب بدبخت اما علم که نداری، الله عقل رم از تو گرفته بخیر. تو جایگاه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تو نشناختی. کل مصیبت به همیست. چی میگه؟ این سنت انجام نده که سبب فتنه میشه معاذ الله. سنت فتنه معرفی میکنه. سنت سبب هدایت است، سبب فتنه نیست. سبب فتنه بدعت است، شرک است، کفر است. سنت وسیله هدایت است. الله سنت فتنه معرفی نکرده. الله تمسک کردن به سنت حکم کرده برای ما. چه بدبختی است. اشاره به سر ازی بود که اگر ما منکر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر کس که بخواه باشه معاذ الله از اسلام خارج میشه یا تمسخر به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم کنه. بعضی جاها چی میگن؟ میگه که والله مردمای تا است، بعضی تو دستک پاچک میزنه وقت نماز. این تمسخر به سنت نیست؟ این تمسخر به عمل پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست؟ این خب ما نگفتیم سنت بابوی ماست یا سنت بیبی ماست یا فلان ملا یاد گرفتیم. تمسخر به شعائر دین کفر. کسی به حجاب زن مسلمان، به ریش مسلمان، به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به اینا تمسخر بکنه از اسلام خارج میشه معاذ الله.